شرکت هواپیمایی سومون ایر روز 4 میون سال 2024 از افزایش شماره پروازهایش در سمت دوشنبه میونخن دوشنبه خبر داد. بنا به گزارش خدمات مطبوعات سومون ایر، الکی از 5 میون این شرکت هواپیمایی پروازهایش را از دوشنبه به میونخن هفته 2 مرتبه روزهای چهارشنبه و شنبه انجام خواهد داد. شرکت گفت زیاد شدن پروازها بین دوشنبه و میونخن برای مسافران هنگام به نقشه‌گیری سفرهایشان امکانات‌های بیشتر فراهم می‌آورد. خط دوشنبه میونخن دوشنبه یگانه خط مستقیم از تاجیکستان به اروپا است، البته به استثنای پروازها به شهرهای قسمت اروپایی روسیه و جمهوری سابق شوروی منطقه قفقاز. فرودگاه میونخن بعد فرودگاه فرانکفورت لب ماین دومین فرودگاه بزرگ آلمان بوده برای انجام سفرها از تاجیکستان به اروپا و به دلیل ارتباطش با 10 فرودگاه‌های دیگر دنیا برای پرواز ترانزیتی نیز موافق است. سومون ایر اینک 5 سال باز یگانه شرکت فعال هواپیمایی تاجیکستان به شمار می رود. سومون ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان، گرجستان و به شهرهای گوناگون روسیه پروازها انجام می دهد.